سلام، وقت بخیر. من غلامزاده هستم، مدیر مهندسی و پروژه های شرکت مشاوران تبدیل پرداز ویژن. با بحث دموی نرم افزار نگهداری و تعمیرات PMworks در خدمتتون هستم. قبل از اینکه وارد جزئیات نرم افزار و امکانات مختلف نرم افزار بشیم، دو تا موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. نکته اول اینکه به صورت خاص ما در حوزه نگهداری تعمیرات کار می‌کنیم. بحث‌های مشاوره، آموزش و ارائه نرم افزار نگهداری تعمیرات رو داریم. بحث‌های نگهداری تعمیرات، بحث‌های مدیریت دارایی‌های فیزیکی رو سال‌هاست کار می‌کنیم و در کنار اینها نرم افزار PMworks رو هم ارائه دادیم. یه شرکت دانش بنیان هستیم، عضو شورای عالی انفرماتیک، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن مشاوران هستیم و همینجور که خدمتتون عرض کردم با شرکت‌های مختلفی در صنایع مختلف و مکان‌های مختلف در سطح کشور کار کردیم. شرکت‌هایی مثل میهن، آیدین، آلیس، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد و شرکت‌های مختلف دیگه در حوزه‌های مختلف بوده که باشون کار کردیم و نرم افزار رو براشون پیاده سازی کردیم. از این بخش بگذریم، میخوایم یه مقداری روی فرایند پیاده سازی نرم افزار صحبت بکنیم. ببینید، به صورت کلی نرم افزارهای نگهداری تعمیرات پیچیدگی‌های خاص خودشو داره که این پیچیدگی‌ها باعث میشه که فرایند پیاده سازی نرم افزار هم پیچیده بشه. خیلی از صنایع، شرکت‌ها و سازمان‌ها در سطح کشور و حتی در سطح دنیا هستن که نرم افزار نگهداری تعمیرات یا ندارن یا اگر دارن توی پیاده سازیش دچار چالش‌های مختلفی شدن. اصطلاحاً پیاده سازیشون با شکست مواجه شده و نتونستن به خوبی و به صورت کامل پیاده سازی کنیم. شرکت‌ها نرم افزار تهیه می‌کنن یا اینکه از همه قسمت‌های مختلف نرم افزار استفاده نمی‌کنن یا اینکه به صورت کلی نرم افزار رو بعد از چند سال میذارن کنار و سراغ نرم افزار جدیدی هستن. خب، فارغ از بحث‌های امکانات نرم افزار و شرایطی که باید نرم افزار بتونه به ما کمک بکنه و امکاناتی که باید داشته باشه، یه بحث مهم نحوه پیاده سازی نرم افزار هست. نرم افزار نگهداری تعمیرات متفاوت با دیگر نرم افزارهای سازمان پیاده سازی پیچیده‌ای داره که اون فرایند رو باید شما پیش ببرید، تأمل بکنید و داده‌های مناسب رو جمع‌آوری بکنید تا بتونید یک پیاده‌سازی در نهایت خوبی رو داشته باشید. اینجا ما این نقشه راهی داریم که در دل پروژه، در قالب پروژه تهیه نرم افزار، در قالب این نقشه راه در کنارتون هستیم. در واقع این فرایند پیاده سازی رو با شما در قالب این نقشه راه پیش میبریم. نقشه راه رو خیلی سریع با هم مرور بکنیم. در گام اول یک تیم از همکاران شما تشکیل میدیم که این تیم قراره توی جلسات مختلف شرکت کنن، داده ها رو جمع آوری بکنن و آموزش نرم افزار براشون برگزار بشه. بعد از اون وارد یه سری دوره‌های آموزشی در اختیار اعضای این تیم قرار میدیم. این دوره‌هایی هستن که ما قبلا برگزار کردیم، فیلم‌هاشو ضبط کردیم و در اختیار همکارا قرار میدیم و ازشون خواهش میکنیم که این سه تا دوره رو مشاهده بکنن. مبانی نگهداری تعمیرات، فرآیندهای مبانی و فرآیندهای نگهداری تعمیرات، کدینگ تجهیزات و قطعات یدکی و نگهداری تعمیرات برنامه‌ریزی شده. بعد از اینکه این سه تا دوره رو مشاهده کردند، وارد جلسات مشاوره و جمع‌آوری داده میشیم. ببینید، این جلسات خیلی اهمیت داره. در واقع ما هدفمون از برگزاری این جلسات تهیه داده‌های با کیفیت هست. یعنی ما انتظار داریم در پایان این جلسات یه سری داده‌های با کیفیتی رو داشته باشیم که اون داده‌ها رو بتونیم وارد نرم افزار بکنیم. پس تو این قسمت اینکه صرفاً ما یک سری داده جمع‌آوری بکنیم کافی نیست. این مهمه که اون داده ها کیفیت لازم رو داشته باشن. بعد از 3 ماه، بعد از 6 ماه که شما خواستید از نرم افزار خروجی بگیرید، گزارش بگیرید، بتونه خروجی ها و گزارش های خوبی رو در اختیارتون قرار بده. پس کیفیت داده ها الان خیلی اهمیت داره که به چه شکلی جمع آوری بشه، که ما هدفمون تو این جلسات تهیه داده‌ای با کیفیت هست. نحوه کار به این شکل است که توی هر جلسه فایل های اکسلی که داده ها باید جمع آوری بشه در اختیار همکارا قرار میدیم. نحوه پر کردن فایل ها رو هم میگیم. همکارا یا اعضای این تیم
داده ها رو جمع‌آوری میکنن، برای ما ارسال میکنن. ما داده ها رو باشون بررسی میکنیم. اگر نیاز به تغییر، اصلاح یا بهبودی باشه خدمتشون میگیم، مجدد فایل رو اصلاح میکنن، برای ما ارسال میکنن. در نهایت اینقدر این روند بین ما ادامه پیدا میکنه، این فایل ها بین ما رد و بدل میشه تا به یک داده با کیفیتی برسیم که بتونیم اون رو وارد نرم افزار بکنیم. تو این جلسات در رابطه با لیست تجهیزات، طبقه بندی و کدگذاری تجهیزات، ساختار شکست تجهیز، خرابی ها و فعالیت ها به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. داده که جمع‌آوری بشه، داده ها رو خود ما وارد نرم افزار میکنیم و بعد از اون وارد بحث آموزش نرم افزار میشیم. اینکه داده ها رو ما وارد نرم افزار میکنیم به خاطر این هست که سرعت کار افزایش پیدا کنه، وگرنه خود شما میتونید به صورت کامل داده ها رو وارد نرم افزار بکنید. فقط جهت افزایش سرعت کار ما داده ها رو وارد نرم افزار میکنیم و بعد از اون هم وارد بحث آموزش نرم افزار میشیم. آموزش نرم افزار به این صورت انجام میشه که بخشی رو آموزش میدیم، خواهش میکنیم همکارا با اون بخش کار بکنن. اگر خطایی داشتن، ایرادی داشتن، تو جلسه براشون رفع میکنیم، پاسخ میدیم به سوالاتشون و بعد میریم سراغ بخش بعدی و به این ترتیب قسمت ها و بخش های مختلف نرم افزار رو بهشون آموزش خواهیم داد. کل این فرایندی که من اینجا خدمتتون عرض کردم تحت عنوان فرایند پیاده سازی، طبق تجربه ما حدود 3 ماه زمان میبره. البته این زمان کاملا بستگی داره به این تیمی که در ابتدا تشکیل میدیم. اگر این تیم بتونن وقت مناسبی رو روی بحث جمع‌آوری داده بذارن، این 3 ماه میتونه کمتر هم بشه، اما اگر بنا به هر دلیل نتونن وقت بذارن ممکنه این زمان بیشتر هم بشود. در نهایت ما همه این جلساتمون رو فیلم هاشو ضبط میکنیم و در اختیار همکاران قرار میدیم. این فرایند پیاده سازی هست که ما در بحث پیاده سازی نرم افزار در کنار شما خواهیم بود. اما بعد از این وارد خود نرم افزار بشیم و نرم افزار رو با هم بررسی بکنیم. نرم افزار یک نرم افزار تحت وب هست که هم به صورت فضای ابری قابل ارائه است، یعنی شما در قالب فضای ابری میتونید از نرم افزار استفاده بکنید، و هم به صورت نصب روی سرورهای سازمان در واقع نرم افزار میتونه باشه و توی اینترنت و شبکه داخلی شما به نرم افزار دسترسی خواهید داشت. دیتابیس نرم افزار پستگرس هست، زبان برنامه‌نویسی بحث پایتون، بک‌اندش بحث پایتون و فرانتش بحث ریاکت هست که خب همین اینها جزء تکنولوژی های روز دنیاست که ما توی نرم افزار ازش استفاده کردیم. اما وقتی وارد نرم افزار میشیم شما به داشبوردهای مدیریتی مختلفی دسترسی دارید. این داشبوردها همجور که اسمش روش هست یه سری اطلاعاتی رو در اختیار مدیریت و کاربران به صورت کلی قرار میده. مثل این داشبورد که عنوانش هست داشبورد کاربری، هر کاربری ابتدا که وارد نرم افزار میشه این داشبورد رو دسترسی خواهد داشت. میتونه یه سری اطلاعاتی مثل تعداد دستور کارهای باز، تعداد دستور کارهای در حال انجام، تعداد دستور کارهای در انتظار و دارای تأخیر رو اینجا ببینه. آخرین دستور کارهایی که برای اون کاربری که عضو هر دپارتمانی هست رو نشون میده و آخرین دستور کارهای خود اون کاربر رو نشون میده. همچنین این سری دکمه‌ای وجود داره که شما رو راهنمایی میکنه به اضافه کردن درخواست کارهای مختلف و تجهیز. داشبورد دیگه همون داشبورد کنترل روزانه هست که کاربر تو این لیست میتونه یه سری اطلاعاتی رو کسب بکنه، مثل اینکه دستور کارهای باز تو حوزه‌های مختلف به تفکیک پی ام و یا درخواست کار به چه شکلی هستن، درخواست کارهای باز به تفکیک انواع درخواست کارها به چه صورتی هست، اینکه هر کدوم از دپارتمان ها توی 30 روز گذشته چند تا دستور کار براشون صادر شده، چند تا پی ام بوده، چند تا درخواست کار بوده، پس تعداد دستور کارها رو میتونن ببینن توی 30 روز گذشته. اینکه کدام تجهیزات توی 30 روز گذشته بیشترین خرابی رو داشتن که باز تناوب میتونن تغییر بدن، مثلا توی 3 ماه گذشته این رو مشاهده بکنن. و آخرین دستور کارها، آخرین درخواست کارها رو اینجا میتونن مجدد مشاهده بکنن بدون فیلتر
دپارتمان و یا اینکه دستور کارها برای چه شخصی هست به صورت کامل اینطور مشاهده بکنن. یا داشبورد دیگه‌ای که وجود داره داشبورد تقویم هست. این داشبورد چک لیستای پی امی که ما باید انجام بدیم رو توی تقویم داره به ما نمایش میده. دپارتمان ها سمت راست فیلتر هستن، میتونیم دپارتمان های مد نظرمون رو فقط بگیم نمایش بده. مثلا من توی این نما فقط میخوام دپارتمان ابزار دقیق و مکانیک رو چک لیستاشون رو ببینم، پس میتونم فیلتر بکنم فقط دپارتمان ابزار دقیق و مکانیک رو میتونم ببینم. توی ماهای مختلف میتونم این داده ها رو اینجا مشاهده بکنم. میتونم توی همین نما چک لیستامو جابجا بکنم. مثلا این چک لیست که باید 23 بهمن ماه انجام بشه میتونم با استفاده از درگ اند دراپ جابجا بکنم، انتقالش بدم به 22 بهمن ماه یا انتقالش بدم به 24 بهمن ماه یا هر تغییر دیگه‌ای که مد نظر هست. و در نهایت داشبورد عملکرد رو داریم. کاربر ما با توجه به دسترسی میتونه اینجا سه تا شاخص مهم درصد پی ام، درصد ای ام و درصد سی ام رو مشاهده بکنه توی 3 ماه گذشته و البته این تناوب میتونه تغییر بده و همچنین نفر ساعت ای ام پی ام و سی ام رو میتونه مشاهده بکنه که البته اینجا هم سری امکانات مختلفی وجود داره، مثل اینکه فقط پی ام رو به تنهایی مشاهده بکنه، پی ام در کنار ای ام رو مشاهده بکنه و تنظیماتی از این دست اینجا وجود داره. از این قسمت داشبورد ها که بگذریم، مهمترین قسمت توی نرم افزار که ما داده های اولیه رو باید اون قسمت وارد بکنیم بحث استاندارد سازی خانواده تجهیز است. اینجا ما یه مفهومی داریم تحت عنوان خانواده تجهیز. حالا این خانواده تجهیز قرار برای ما چه کاری انجام بده؟ شما تجهیزات مشابه هم که در جاهای مختلف سازمان وجود داره میتونید توی یک دسته یا گروه قرار بدید که اصطلاحاً بگید خانواده تجهیز. ببینید شما مثلا از یه پمپ ممکنه تو سالن‌های مختلف، کارخونه‌های مختلف، بخش‌های مختلف داشته باشید. میخواید داده اون رو استاندارد بکنید، میتونید پمپ‌هایی که در واقع از یک نوع، یک مدل هستن و در جای مختلف توی یک دسته قرار بدید، بهش میگید یه خانواده تجهیز و این سری اطلاعاتی رو اینجا میتونیم براش استاندارد بکنیم که حالا جلوتر با هم خواهیم دید. هر تجهیزی که از این خانواده باشه این اطلاعات استاندارد رو ارث میبره که در واقع این مفهوم خانواده تجهیز رو تشکیل میده. اما برای خانواده تجهیز ما چه داده هایی رو میتونیم استاندارد بکنیم؟ ما میتونیم ساختار درخت این خانواده تجهیز رو استاندارد بکنیم، یعنی بگیم این خانواده تجهیز شامل چه زیر مجموعه‌ای هست. اصطلاحاً بهش میگیم ساختار درخت تجهیز یا ساختار شکست تجهیز که هیچ محدودیتی هم وجود نداره، تا هر سطحی که مد نظر باشه میتونیم این ساختار رو استاندارد بکنیم. مرحله بعدی اون بحث حالتهای خرابی هست. اصطلاحاً بهش میگیم فیلیر مود یا فانکشنال فیلیر هم بهش گفته میشه. حالت خرابی یا خرابی کارکردی رو میتونیم اینجا استاندارد بکنیم. خرابی هایی که ممکنه روی تجهیزات اتفاق بیفته توی این قسمت میتونیم استاندارد بکنیم. این خرابی ها در بحث ثبت درخواست کار و در بحث گزارشگیری ها میتونن به ما کمک بکنن که جلوتر با هم خواهیم دید. و در آخر بحث فعالیت های نگهداشت هست. فعالیت هایی که به صورت روتین روی تجهیزات انجام میشه، مثلا فعالیت های هفتگی، ماهانه، سالانه، یا فعالیت هایی که غیر روتین هستن یا بنا به نیاز انجام میشن رو هم اینجا استاندارد میکنیم. به طور مثال فعالیت بازدید فیلتر یه فعالیت روتین هست، هفتگی، ماهانه، سالانه ممکنه ما انجام بدیم. اما فعالیت تعویض فیلتر عموما فعالیت روتین نیست و بنا به نیاز باید انجام بشه که هر دوی اون فعالیت ها رو ما اینجا استاندارد میکنیم. در رابطه با فعالیت هایی که متناوب هستن عموما توی چک لیست ها ازش استفاده میکنیم، یعنی زمانی که بخوایم یک چک لیست پی ام صادر بکنیم از لیست فعالیت های روتینمون عموما استفاده میکنیم و فعالیت های غیر متناوب، اونهایی که تناوب ندارن، رو در بحث درخواست کار و دستور کار، یعنی زمانی که خرابی اتفاق میفته تیم فنی ما میرن تعمیرات رو انجام میدن و میخوان گزارش کارشون رو ثبت بکنن. برای ثبت گزارش کار نیازی نیست چیزی رو تایپ بکنن، از لیست فعالیت هایی که استاندارد شده میتونن گزارش فعالیتاشون رو
وارد بکنن که توی این قسمت فعالیت‌های استاندارد میشه و در هنگام ثبت گزارش میتونن گزارش کارشون رو ثبت بکنن که حالا جلوتر با هم خواهیم دید. در نهایت یه خانواده تجهیز با این اطلاعاتی که شما مشاهده کردید، درخت تجهیز، خرابی‌ها و فعالیت‌ها استاندارد میشه. البته ما اینجا برای خانواده تجهیز اطلاعات دیگه هم میتونیم وارد بکنیم در صورتی که نیاز باشه، مثل آرشیو فنی، عکس، فیلم، فایلی داریم میخوایم آپلود بکنیم، اینجا میتونیم آپلود بکنیم و بعد با توجه به دسترسی که به کاربران میدیم به این داده دسترسی داشته باشن. پروفایل یا شناسنامه تجهیز رو اینجا میتونیم استاندارد بکنیم. پارامترهای کارکردی مثل ساعت کارکرد، کیلومتر، اینها رو میتونیم مشخص بکنیم و پارامترهای CM مثل دما، فشار یا هر پارامتر دیگه کاندیشن مانیتوری که داشته باشیم اینجا میتونیم استاندارد بکنیم و بعد با توجه به اونها داده ها رو برش ثبت بکنیم که حالا جلوتر اینها رو خواهیم دید. در نهایت یه خانواده تجهیز با اطلاعاتی که مشاهده کردید اینجا استاندارد میشه. محل بعدیمون بحث مدیریت مکان هست. محل‌ها و مکان‌هایی که شما توی مجموعه دارید، سالن 1، سالن 2، هر سالن ممکنه بخش‌های مختلف داشته باشه، خطوط مختلف باشن، کارخونه‌های مختلف باشه. به صورت کلی مکان‌ها رو تا هر سطحی که مد نظرتون هست به صورت درختی شما میتونید استاندارد بکنید. محدودیتی توی بحث مکان‌ها وجود نداره. عرض کردم تا هر سطحی که نیاز داشتید میتونید استاندارد سازی رو انجام بدید. در واقع این مکان‌ها به شما کمک میکنن که تجهیزاتتون رو توی مکان‌های مختلف تعریف بکنید. یعنی بگید یک تجهیز دقیقاً کجاست، توی چه مکانی وجود داره. استانداردسازی این مکان‌ها همونجوری که عرض کردم توی تعریف تجهیزات یا آدرس دهی تجهیزات بهتری بگیم کمک میکنه. نکته دوم بحث دسترسی هست. شما کاربران مختلفی دارید که این کاربرانتون دسترسی های مختلفی ممکنه نیاز هست داشته باشن. مثلا یک کاربر دارید که توی سالن شماره 1 هست و باید فقط تجهیزات سالن شماره 1 رو ببینه. یک کاربر دیگه دارید در سالن شماره 2 هست، وقتی وارد نرم افزار میشه فقط تجهیزات سالن شماره 2 رو باید ببینه. شما با استفاده از این مکان ها میتونید دسترسی کاربرانتون رو محدود بکنید. در نهایت بعد از تعریف مکان ها بحث مدیریت تجهیزات رو داریم. یعنی با استفاده از اون خانواده تجهیزاتی که استاندارد کردیم و با استفاده از مکان هایی که قبلا استاندارد کردیم اینجا میتونیم تجهیزات رو تعریف بکنیم و به تجهیزاتمون کد اختصاص بدیم. این نکته رو اشاره بکنیم که نحوه تعریف این کد خیلی اهمیت داره که ما توی جلسات مشاوره سعی میکنیم با همکاری اون تیمی که در ابتدا مشخص کردیم تجهیزات شما رو به صورت استاندارد کدگذاری بکنیم و از روش استانداردی استفاده میکنیم که این تجهیزات بتونیم اونها رو کدگذاری بکنیم. اینجا که تجهیز تعریف بشه میتونیم وارد فرآیند بهره برداری از نرم افزار بشیم. البته یه سری امکانات دیگه هم اینجا وجود داره، مثل اینکه میتونیم سابقه کامل تجهیز رو ببینیم. مثلا سابقه قطعات یدکی که روی این تجهیز مصرف شده رو میتونیم ببینیم، چه قطعاتی به چه میزانی در چه تاریخایی مصرف شد. یا سابقه خرابی ها رو میتونیم ببینیم، چه خرابی هایی در چه تاریخایی روی این تجهیز اتفاق افتاده. سابقه فعالیت ها رو میتونیم ببینیم، چه فعالیت هایی در چه تاریخ هایی توسط چه افرادی چقدر زمان برده و روی این تجهیزات انجام شده. به صورت کامل شما سابقه تجهیز رو اینجا میتونید مشاهده بکنید. البته این نکته هم بد نیست اشاره بکنیم که اینجا امکانات مختلف دیگه داریم، مثل جابجایی تجهیز، مثل آرشیو فنی که حالا این جزئیات رو زیاد بحث نمی‌کنیم چون فیلم دمو خیلی طولانی میشه، ولی امکانات مختلفی داره. حتی بحث‌های نقشه رو وجود داره که میتونیم نقشه تجهیز رو از نظر GIS مشخص بکنیم و امکانات مختلف دیگه‌ای که عرض کردم خیلی وارد جزئیات نمیشه. در نهایت بعد از تعریف تجهیز همونجور که عرض کردم میتونیم وارد فرایند بهره برداری از نرم افزار بشیم. البته یه سری اطلاعات دیگه و امکانات دیگه وجود داره که میتونیم وارد نرم افزار بکنیم، مثل لیست نیروی انسانی یا لیست قطعات یدکی رو میتونید وارد بکنید و همینطور که عرض کردم کاربران رو میتونید تعریف بکنید و برای کاربرانتون دسترسی میتونید مشخص بکنید. تعریف کاربران و تعریف دسترسی ها
به صورت کامل در اختیار شما هست و میتونید اینها رو تعریف کنید. بحث بهره برداری از نرم افزار ما با بحث درخواست کار و دستور کار شروع میکنیم. تو این لیست هر کاربری با توجه به دسترسیش درخواست های مربوط به خودش رو میتونه ببینه و میتونه یک درخواست کار جدید ثبت بکنه. برای ثبت درخواست کار توی این فرم که فرم افزودن درخواست کار هست، کاربر ما از لیست تجهیزاتی که خودش دسترسی داره، لیست اون تجهیزات باز میشه، میتونه با استفاده از پارامترهای مختلف اون تجهیزات رو سرچ بکنه. مثلا من یه پمپ رو اسمش رو سرچ میکنم، جستجو میکنم و لیست همه پمپ ها رو برام میاره، میتونم انتخاب بکنم، میتونم جستجوم رو با جزئیات بیشتری انجام بدم و یه تجهیز رو در نهایت میتونم انتخاب بکنم. ببینید قبل از اینکه من این موضوع رو ادامه بدم، جلوتر برم، دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. نکته اول بحث این که نرم افزار مجهز به نسخه موبایلی هست، یعنی شما با استفاده از وب اپلیکیشن یا بهتر بگیم وب اپلیکیشن موبایلی نرم افزار رو به این شکل شما دسترسی خواهید داشت. به این صورتی که مشاهده میکنید دسترسی خواهید داشت، یعنی نرم افزار در قالب موبایل به این صورت براتون لود میشه و دسترسی خواهید داشت و میتونید باش کار بکنید. مثلا فرم درخواست کار که ما توی نسخه دسکتاپ به این شکل داریم مشاهده میکنیم، در نسخه موبایل به این شکل مشاهده میکنیم، یا لیست درخواست کارها که با هم دیدیم توی نسخه موبایل به این شکل لود میشه و به صورت کلی در نرم افزار در قالب نسخه موبایل شما دسترسی خواهید داشت. نکته دوم هم بحث QR کد هست. به خصوص در نسخه موبایلی نرم افزار مجهز به ماژول QR کد هست. با استفاده از دوربین موبایل یا تبلت یا دیوایس های مختلفی که در واقع به نرم افزار دسترسی داشته باشن و دوربین داشته باشن، میتونه اون QR کد رو اسکن بکنه، پلاک تجهیز که QR کد روش نصب شده رو میتونه اسکن بکنه و تجهیز انتخاب بشه، یا سابقه تجهیز رو میتونه ببینه و به صورت کلی با استفاده از QR کد از نرم افزار استفاده کنه. اجازه بدید من برگردم به بحث ثبت درخواست کار. توی بحث درخواست کار ابتدا تجهیز رو انتخاب کردیم. مرحله بعدی با استفاده از لیست خرابی هایی که قبلا استاندارد کردیم این لیست باز میشه. کاربر میتونه بر اساس حالا کلماتی که مد نظر هست جستجو انجام بده. جستجو که انجام بده اون خرابی مد نظرش رو میاره و میتونه خرابیش رو انتخاب بکنه. اولویت درخواست رو میتونه انتخاب بکنه، نوع درخواست رو میتونه انتخاب بکنه، حتی زمان درخواست میتونه تغییر بکنه. مثلا ممکنه خرابی ساعت 8 صبح امروز اتفاق افتاده و در نهایت درخواستش رو ثبت بکنه. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که وقتی که درخواست کار ثبت شد، شما میتونید برای اون درخواست کار گردش کار داشته باشید توی نرم افزار. حالا منظور اون چیه؟ ممکنه شما بگید که توی سازمان وقتی یه درخواست ثبت میشه، تیم فنی باید بره، در واقع مدیریت باید اون درخواست رو تایید بکنه. مدیریت که درخواست رو تایید کرد، تیم فنی برن کار رو انجام بدن، گزارش کار رو ثبت بکنن و در واقع درخواست کننده درخواست رو تایید بکنه. یا مثلا درخواست کاری باید بره توی کارتابل واحد ایمنی، واحد مهندسی نظر بده. هر گردش کاری که شما توی نرم افزار مد نظرتون باشه میتونید بگنجونید و از اون بابت محدودیتی وجود نداره. اما ما تو نسخه دمو به صورت نمونه گفتیم یه درخواست که ثبت میشه نیاز به تایید سرپرست داره. سرپرست میتونه اینجا این درخواست رو تایید بکنه. درخواست کار که تایید شد، میتونیم روی این درخواست کار دستور کار صادر بکنیم. در واقع دپارتمانی که باید این کار رو انجام بده مشخص کنیم. از لیست دپارتمان ها دپارتمان مد نظرمون رو انتخاب بکنیم. اولویت رو میتونیم انتخاب بکنیم، اولویت دستور کار رو میتونیم انتخاب بکنیم و دستور کارمون رو صادر بکنیم. یه دستور کار که صادر بشه، کاربران فنی ما توی لیست دستور کارها میتونن دستور کارهای مربوط به خودشون رو مشاهده بکنن. اگر نیاز بود میتونن حتی دستور کار رو پرینت بگیرن، کار رو انجام بدن و گزارش کارشون رو ثبت بکنن. این
دستور کاری هست که الان ما صادر کردیم. پس این دستور کار رو میتونیم اگر نیاز بود پرینت بگیریم، اگر نه بیایم گزارش کارش رو ثبت بکنیم. برای ثبت گزارش کار نکته بسیار مهم اینه که نیازی به تایپ کردن نیست. با استفاده از لیست فعالیت ها یا تسکایی که قبلا استاندارد شده اون لیست باز میشه، کاربر میتونه از اون فعالیت ها حالا جستجو میتونه انجام بده و فعالیت هایی که انجام داده که منجر به رفع این خرابی شده رو انتخاب بکنه. توی تب فعالیت ها میتونه مشخص بکنه که کدام نیروی انسانی، کدام نفرات در چه بازه زمانی وقت گذاشتن و این کار رو انجام دادن، چقدر وقت گذاشتن و این کار رو انجام دادن. اگر برای انجام این دستور فعالیت ها شما از قطعات یدکی استفاده کرده باشید، از لیست قطعات یدکی میتونید اون قطعه مصرفی و میزان مصرفش رو ثبت بکنید. لیست قطعات یدکی که قبلا وارد نرم افزار کردیم برامون باز میشه. قطعه مد نظر رو میتونیم جستجو بکنیم، میزان مصرف رو انتخاب بکنیم و ثبت بکنیم. اگر این کار توسط این دستور کار توسط یک پیمانکاری بیرون از سازمان انجام شده باشه، میتونیم پیمانکار رو ثبت بکنیم. اگر این کار با تأخیر انجام شده باشه، میتونیم دلیل تأخیر رو ثبت بکنیم. حتی اگر این کار خاصی باشه، عکس یا فیلمی از این کار تهیه کرده باشیم و اون رو آپلود بخوایم بکنیم، اون رو میتونیم اینجا آپلود بکنیم که تو سابقه تجهیز میشینه. در نهایت وضعیت دستور کار رو تغییر میتونیم بدیم و انجام شده. تاریخ شروع دستور کار رو سیستم برای ما میاره، تاریخ پایان و زمان پایان رو ما میتونیم مشخص بکنیم و دستور کارمون رو ببندیم. دستور کار که بسته بشه، درخواست کار متناسب با این دستور کار، ببینید وضعیتش شد نیاز به تایید درخواست کننده میتونه این درخواست رو تایید بکنه و در نهایت این درخواست کار بسته میشه. اجازه بدید مجدد تاکید بکنم که گردش کاری که شما مشاهده کردید گردش کار نمونه‌ای هست که ما در نسخه دمو قرار دادیم. هر گردش کار دیگری که مد نظرتون باشه میتونیم تو نرم افزار بگنجونیم و از اون بابت محدودیتی وجود نداره. قسمت بعدی که خدمتتون توضیح بدم بحث برنامه‌ریزی چک لیست است. ما یه جایی فعالیت‌های هفتگی، ماهانه، سالانه رو وارد نرم افزار کردیم، اما اونها رو زمان بندی نکردیم. این قسمت از نرم افزار به ما این امکان رو میده که چک لیست‌ها یا فعالیت‌هامون رو زمان بندی کنیم. ما اینجا اولا میتونیم یک چک لیست بسازیم، مثلا چک لیست ماهانه پرس. میتونیم مشخص بکنیم که این چک لیست تو چه بازه زمانی قبل از انجامش بهمون آلارم بده. من این چک لیست رو که باید ماهانه انجام بشه گفتم 4 روز قبل از انجامش به من آلارم بده. شما فرض کنید این چک لیست رو باید 20 هر ماه انجام بدید. 4 روز قبل از 20 یعنی 16 ماه خود نرم افزار دستور کار رو برای ما صادر میکنه، میفرسته تو کارتابل واحد انجام دهنده و اون تیم انجام دهنده، دپارتمان انجام دهنده متوجه میشه که این چک لیست رو داره و برنامه‌ریزی لازم برای این چک لیست رو باید انجام بده. از طرفی میتونیم مشخص بکنیم که کدام تجهیزات و کدام فعالیت‌ها تو این چک لیست باید انجام بشه. فرض کنیم ما یک تیم 2 نفره یا 3 نفره وجود داره، میرن در محل 5 تا از تجهیزات، هر 5 تا تجهیز رو پی امش رو با هم انجام میدن. در این حالت ما میخوایم که یه چک لیست صادر بشه که هر 5 تا تجهیز داخل اون باشه. میتونیم توی چک لیستمون دست ما بازه، میتونیم یه چک لیست بگنجونیم، میتونیم 5 تا تجهیز بیشتر یا کمتر بگنجونیم و فعالیت هایی که از این تجهیزات باید تو این چک لیست انجام بشه رو مشخص بکنیم. در نهایت میتونیم چک لیستمون رو زمان بندی بکنیم، تاریخ شروع و تاریخ پایان و تناوب ها رو مشخص میکنیم. متناسب با این داده ها این تاریخ ها انجام میشه. هر زمان به این تاریخ ها برسیم خود نرم افزار یه دستور کار صادر میکنه، میفرسته تو کارتابل واحد انجام دهنده و اون تیم انجام دهنده میتونه متوجه بشه که این چک لیست رو داره و انجام باید بده و گزارش کار رو ثبت بکنه. ما قسمت‌های اصلی و مهم نرم افزار رو با هم مرور کردیم. البته نرم افزار امکانات مختلفی داره تو بحث گزارشات
توانایی تولید گزارش‌های نموداری، گزارش‌های لیستی، شاخص‌های قابلیت اطمینان مثل شاخص‌های MTTR، MTBF و MTTF و گزارشات مختلفی داره که خب وجود داره. لیستش رو شما میتونید از طریق سایت ما، سایت pmworks.ir دریافت بکنید. اما به صورت کلی نرم افزار رو بررسی کردیم. لازم به توضیحه که نرم افزار مجهز به ماژول پیامک هم هست، یعنی در واقع شما میتونید تنظیم بکنید اگر که یه درخواستی صادر شد برای کاربران خاص پیامک ارسال بشه یا ایمیل ارسال بشه، سناریوهای مختلف رو میتونید تعریف بکنید. نرم افزار مجهز به ماژول هزینه ها هست، هزینه های نگهداری تعمیرات در طبقه بندی های مختلف، هزینه نیروی انسانی، قطعات ددکی و پیمانکارا میتونید ثبت بکنید و نرم افزار خروجی های مختلفی از باب هزینه ها در اختیار شما قرار بده. و به صورت کلی نرم افزار امکانات مختلفی داره که شما از این امکانات میتونید استفاده بکنید. این نکته هم لازمه که خدمت شما توضیح بدیم که ما نرم افزار رو به صورت روتین به روز رسانی میکنیم، یعنی نرم افزار به صورت دائم امکانات جدیدی بهش اضافه میشه. تقریبا توی بازه های 3 ماهه نسخه های جدیدی از نرم افزار ارائه میشه که شرکت هایی که با ما پشتیبانی دارن نسخه جدید در اختیارشون قرار میگیره. فیلم دمو که شما مشاهده کردید، من خواهش میکنم که در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر داشتید یا نیاز به جلسه دمو داشتید از طریق سایت pmworks.ir درخواست خودتون رو ثبت بکنید. همکاران من با شما هماهنگ میکنن و ما در قالب جلسه دمو در خدمت شما هستیم. ممنون از توجه شما و خدا نگهدار.